یک ران چند دقیقه؟ 3 دقیقه. آفرین. یک ران 3 دقیقه. در 3 دقیقه فایت میکنه. 3 دقیقهش پورا شد، داوری وسط باز ریستور کنید. باز ریستور کرد، فایترها را که دوام میگه برنده گوشای کن. سرخ طرف گوشه سرخ ما را آقایم طرفی گوشه آبی ما را. ما را در اونجا راهنمای فایتر چوکیش آماده کرده است، آماده کرده دارم اینجا. فایتر را ماساژ میده و راهنمایی میکنه. مگه که اینجا رفتی حریف تو زانویش خیلی است یا بوکسش خیلی است، ضربات پایش خیلی است، گردنگیریش خیلی است، تو بدل از این چیز باید کار کنی. فایتر را قشنگ میفهمه. یعنی یک نفر فهمیده باید راهنمای فایتر را کوچ فایتر باشه. یک آدم چیز نفهمه اون نمیتونه که راهنمایی کنه. یک دقیقه که پورا شد، پس راهنمای فایتر از این بیرون میشه، فایتر بستن بزنید. اینی هست کسی که راهنما یا کوچ فایتر هستن. خب